بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که حادثه که در بین علی رضی الله عنه و معاویه شده است به ما بیان بکنید، زیرا امروز انسانهای زیاد این قصه را ذکر می کنند و بین مسلمان ها شبهه های را وارد می سازند. بارک الله فیکم. اولا از برادر سوال دهنده به نهایت تشکر می کنم و جزاه الله خیر که این مسئله بزرگ را به ما مطرح کردند، پیشنهاد کردند تا که این شبهاتی که در این مسئله در بین برادران و خواهران پنهان شده است پیشگیری بکنیم. بله، علی رضی الله عنه و معاویه رضی الله عنه هر دویشان صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و باید بدانیم که علی رضی الله عنه چهارمین بهترین صحابه بودند. اولین و افضلترین و عالمترین و بهترین صحابه بعد از بگویم تمام پیامبران این ابوبکر صدیق رضی الله عنه است و دومین و بهترین و افضلترین صحابه این عمر ابن الخطاب رضی الله عنه است و سومین بهترین و عالمترین و افضلترین صحابه بعد از ابوبکر و عمر عثمان ابن عفان رضی الله عنه است و چهارمین و بهترین و افضلترین و عالمترین صحابه بعد از این سه نفر علی ابن ابی طالب رضی الله عنه است. این چهار نفر سبحان الله بهترین صحابگان خلفاء الراشدین المهدیین بودند. این چهار نفر از عشرة المبشره بالجنه هستند و علی رضی الله عنه از 10 یار بیشتی هستند. 10 یار بیشتی که ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، سعد، سعید، معاذ، طلحه، زبیر رضی الله عنهم اجمعین هستند. پس علی رضی الله عنه به یگان شک و به یگان شبهه افضل و نزدیکتر و بگویم بهتر درجه اشون و عالمتر از دیگر باقی مانده صحابگان بجز این سه نفر، یعنی بجز ابوبکر، عمر، عثمان بودند. البته هر کسی که علی را از عثمان رضی الله عنه پیش میگیرد این یک گمراه است، اما هر کسی که از علی دیگرها را پیش میگیرد، یعنی دیگر صحابگانی که ابوبکر و عمر و عثمان نیستند و دیگر صحابگان را از علی پیش میگیرد، این هم گمراه است. از خری خانه اش هم گمراه تر است. پس بارک الله فیکم. از این جهت ما باید دانیم که علی رضی الله عنه فضیلتشون و درجهشون و عالم بودنشون از معاویه رضی الله عنه بله بالا است و بهتر است و افضل است، اما هر دوشون هم عموم صحابه رضی الله عنهم است. رضی الله عنهما. وقتی که ما علی رضی الله عنه را افضل از معاویه رضی الله عنه میگوییم، این به شهادت خودی رسول الله صلی الله علیه و سلم و به شهادت خودی صحابگان و به شهادت امت است. در این مسئله تو صحبت شرط نیست. علی رضی الله عنه عشرة المبشره هستند، اما ما باید بدانیم که این فضیلت علی رضی الله عنه دلیل و حجت نیست که ما معاویه رضی الله عنه را یگان سخنی سبحان الله تحقیرآمیز یا بی‌ادبانه در حقشون بگیم. این کفر است و جایز نیست.
بله امروز شبه اندازها، امروز باطلگویان، امروز از صوفی های غلات و از رافضه ها و از کسانی که مذهب اهل سنت و الجماعت را نمیدانند و در این طرف و اون طرف دور میزنند، از اونها دیده می شود که میگن که علی افضل است و معاویه رضی الله عنه را دشنام میدهند. معاویه رضی الله عنه را حتی بد میبینند. بله ما اقرار میکنیم که علی افضلند، اما معاویه رضی الله عنه یکی از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند که هیچ خیانت نسبت رسول الله، نسبت دین، نسبت سنت و نسبت البته الله سبحانه و تعالی انجام ندادند. به رسول الله ایمان آوردند و به همین ایمانشون وفات کردند رضی الله عنه. معاویه بهترین صحابه بودند که به قدمی بگیم چنگی قدم اسب معاویه رضی الله عنه من شما برابر شده نمیتوانیم. چنگی که از زیر پای اسب معاویه رضی الله عنه می برآمد از من شما افضل است. یعنی به این درجه فرقیت وجود دارد. معاویه رضی الله عنه کاتب وحی بودند. وقتی که وحی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل می شد می نوشتند. معاویه رضی الله عنه برادری زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند که ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهری معاویه رضی الله عنه. معاویه رضی الله عنه صحابه است که وقتی که ما گفتیم به همین باید همه خاموش باشند و رضی الله عنه باید گفته شد. معاویه رضی الله عنه وقتی که حکومت کرد در حکومتش همیشه به حکم الله و رسول حکم کرد و یکی از بهترین ها بود. اما امروز ناکسان، مشرکان، دشمنان قرآن و سنت، جاهلان و به عموم این چنین انسان هایی که در این مسئله ها شبهه میکارند، در مسئله بین علی رضی الله عنه و معاویه رضی الله عنه اون جنگی که شده است، جنگ صفین را می آرند و مشکلی ایجاد میکنند و بدبینی صحابگان را بین جوانان این امت میکارند. اینها اگر نظر بکنید رافضه اند، یا اگر نظر بکنید صوفی های غلاتی که بر رافضه مائلند. بله صوفیان طعنه به صحابگان میزنند به مانند معاویه رضی الله عنه، صوفی هایی که به رافضه مائل شدند. و کسانی هستند که جاهلند و بیخبرند از این مسئله و به فلسفه و منطق داده شدند. بله رافضه رو انکار میکنند، صوفی رو هم انکار میکنند، خودشون انسان به عقل میکنند، لیکن فلسف هستند، کلامی، اهل کلام، اهل فلسفه، سفسطه گویان، کسانی که سخنهای بی‌حجت و بی دلیل رو زیاد میگویند و پیچ و تاب میدهند. بله اهل کلام به همین سبب کلامشون با این اختلافی در بین صحابه شده هر شک و شبهه رو در بین مردم میکنند و بالعموم آخر الامر میخواهند که مردم با ضد صحابگان صحبت بکنند. این شبهه افکنان میخواهند که مردم ضد توحید باشد. انا این است پیدایش این شبهه از همین جست. اما بعد از این مقدمه وقتی که ما نظر میکنیم بین علی و معاویه رضی الله عنهما که چه حادثه شد، ما باید به کلام خود صحابگان، به سخن خود صحابگانی که در همون زمان بودند و تابعین و علمای اهل سنت در جماعت نظر بکنیم که چی گفتند. وقتی که هر کس می آید و در این مسئله به عقل خودش به یک سخن خودش سخن میکند، البته گمراه و روز به روز از حق دور می شود. صحابگانی که در همون روز بودند اولا یگان نفر این دو صحابه را یگان نفر تکفیر نکردند، نه از طرف معاویه بوده طرف علی بوده را، نه از طرف علی بوده طرف معاویه بوده را رضی الله عنهم یگان نفری را تکفیر نکرد. صحابه های بودند که از این جنگ دست کشیده بودند و این جنگ را یک جنگی بگویم یک دیگر نافهمی، یک خطا و اجتهاد بین این دو صحابه می دانستند.
و حسن بصری کبار تابعین رحمه الله میگن که ای انسان ها، الله سبحانه و تعالی ما را از این جنگ نجات داد، ما در این جنگ اشتراک نکردیم، بیایید زبانهای خود را آلوده نکنیم. یعنی در این مسئله دیده و دانسته یا که ندیده و نفهمیده و ندانسته سخنهای زیاده نگوییم که عاقبتش به گمراهی میبرد. حادثه چگونه شد؟ وقتی که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه که همچون یک در پیش فتنه را محکم میکردند کشته شدند، به شهادت رسانیده شدند، رضی الله عنه در فتنه شکست و فتنه به امت اسلام داخل شد. عثمان بن عفان رضی الله عنه خلیفه مسلمان ها شدند و در همون زمان از یمن یکی از یهودی ها به مشورت خود یهودی ها گویا خود را مسلمان کرده به بین مسلمان ها در آمده نقشه ویران کردن وحدت امت اسلام داشت. وقتی که به مدینه آمد قبول نکردن. وقتی که این عبدالله ابن سبعی یهودی به عراق رفت، عراق هم اهل عراق همین انسان را قبول نکرد و پیش کرد و این انسان به مصر رفت و زمانی که به مصر رفت این زمان خلافت عثمان رضی الله عنه بود. در مصر ضد حضرت عثمان رضی الله عنه فتنه ها را به وجود آورد. اهل مصر را فریب داد، گفت ما به حج می رویم و وقتی که آمدند به مدینه این همه انسان هایی که به حج نیت کرده آمده بودند به ضد حضرت عثمان رضی الله عنه، عثمان ابن عفان قیام کنند، خروج کنند، خوارج شدند و این خوارج ها عثمان ابن عفان را به قتل رسانیدند. اولین فرقه پیدا شده خوارج ها عثمان ابن عفان را اول 40 روز محاصره کردند و بعد از این به قتل رسانیدند. وقتی که عثمان ابن عفان رضی الله عنه را با نقشه عبدالله ابن سبی یهودی که برای نابود کردن وحدت اسلام، برای شکستن امت اسلام داخل شده بود، به سرکرده اون به قتل رسانیدند، دیدند که دیگر صحابگان بمانندی معاویه رضی الله عنه، بمانندی مادرمان عایشه رضی الله عنها و دیگر صحابگان که حاکمان در دیگر شهرها بودند، مثلا معاویه رضی الله عنه حاکم در شام بودند، حاکمی نماینده عثمان رضی الله عنه، قدرت داشتند، لشکرها داشتند، در یک منطقه کلان حاکم بودند، نماینده عثمان ابن عفان. معاویه رضی الله عنه یعنی خواستند این خوارج ها را به قتل رسانند، یعنی کسانی که عثمان ابن عفان را کشته است. عثمان ابن عفان به معاویه خویش تباری دارند. عثمان ابن عفان امیر المؤمنین معاویه هستند. عثمان ابن عفان همون کسی که معاویه را بگویم امیری میکردند در ولایت همون شام. عثمان ابن عفان وقتی که کشته شدند، این کشته ها دیدند که معاویه یا یگان دیگر حاکم اومده اینها را کشتنش ممکن است. از همین جهت یک باره یک برنامه و نقشه نوی رو انتخاب کردند، استراتژی نو. نقشه نو این بود که بعد از علی را رضی الله عنه همچون امیر المؤمنین قبول شدنشون یک باره رفتند به علی بیعت کردند، یعنی عثمان کشتند رضی الله عنه. بعد از صحابگان، بعد از این که صحابگانی که الحمدلله در همون زمان بودند علی رضی الله عنه را همچون امیر المؤمنین خلیفت المسلمین انتخاب کردند، شورای همون وقت این عثمان رضی الله عنه را کشندگان عثمان رضی الله عنه رفتند و به علی بیعت کردند. چندین هزار انسان در همون وقت، چندین هزار انسان آمده بودند، عثمان را همه کشتند رضی الله عنه عثمان را و بعد از این به علی بیعت کردند. انا از همینجا فتنه شروع شد. معاویه ابن ابو سفیان رضی الله عنهم به علی
پیشنهاد کردند که کسانی که به کشتار حضرت عثمان ابن عفان دست دارد باید قصاص گرفته شود، قتل شود. این امر قرآن است. الله سبحانه و تعالی میگه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. ای اهل خرد، ای اهل فهم، قصاصی که برای شما همچون حکم الله نازل کرده است، این برای شما حیات است. یعنی یک کس یک انسان کشد، خودش کشته باید شود. وقتی که عثمان ابن عفان را این خوارج ها کشتند با سرداری عبدالله ابن سبی یهودی، معاویه رضی الله عنه طلب کردند که این خوارج ها باید کشته شود، لیکن خوارج ها بیعت به علی کرده بودند. این از حق معاویه رضی الله عنه بود که طلب کند. اما علی گفتند که ما حالا این کار را انجام نمیدیم، یعنی ما حاضر این خوارج ها که عثمان ابن عفان رضی الله عنه را ذی النورین را به قتل رسانیدن نمیکشیم، ما قصاص گرفته نمیتوانیم. این هم یک اجتهاد علی رضی الله عنه بود. علی رضی الله عنه دیدن که عدد این انسان ها زیاد است، یعنی پیروان عبدالله ابن سبی یهودی که از مصر آمده است اینها زیاد است. گفتن یک بار ترتیب حکومت و دولتداری رو بجا میریم، بعد از این عمل رو انجام میدیم. به معاویه رضی الله عنه علی نامه فرستادند، امر کردند که به من بیعت کن، ای معاویه ابن ابو سفیان به من بیعت کن، چگونه ای که دیگر از صحابگان بیعت کردند. معاویه رضی الله عنه در نوبت خود گفتند که علی رضی الله عنه، ببینید سخت دقت بدید، گفتند ای علی رضی الله عنه من به تو بیعت میکنم، تو بهترین و افضل ترین ما هستی، تو داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، تو پدر حسن و حسینی که بهترین ریحانتان اهل الجنه هستند. اما من همان وقت به تو ای علی بیعت میکنم که اول قصاصی کشته شده عثمان ابن عفان رو بگیریم، یعنی اون کسانی که عثمان ابن عفان رو به قتل رسوندند باید اول قصاص اونها رو بگیریم، یعنی در زیر دستت بوده اون کسانی که عثمان رو کشتند باید اول قصد بگیریم. علی راضی نشدند، معاویه هم بیعت نکردند. معاویه نگفتند که من به تو بیعت نمیکنم، معاویه نگفتند که تو دشمنی منی، معاویه نگفتند که من به جای تو خلیفه میشم، معاویه نگفتند که من زور هستم. والله این چنین سخنها نیست که اهل بدعت میگن. معاویه گفتند تو بهترینی مایی، تو افضل ترینی مایی، اما باید اول قصاص گیریم. چگونه کشندگان عثمان را ما نمیکشیم؟ چگونه کشندگان عثمان آزاد میکردند؟ اجتهاد کردند، بله حق داشتند که قصاص گیرند، برای اون که معاویه نماینده خلیفه عثمان ابن عفان و این چنین خیش و تباری عثمان ابن عفان رضی الله عنه بودند. از همین جهت طلب کردند که این خیش من، این خون من و این امیر من، این خلیفه من مظلوم کشته شد، باید کشندگاش کشته شود. اجتهاد کردند. علی رضی الله عنه راضی نشدند و شروع شد فتنه بزرگ. و علی رضی الله عنه لشکر کشیدند به طرف معاویه. ما در همین جا باید سخت دقت بدیم که کی لشکر به کی کشید. کسانی که به شما شبهه می اندازند، فتنه کاران، رافضه ها، طرفداران رافضه، جهال، میگویند که گویا معاویه ضد علی جنگ برآمد یا گویا معاویه ضد علی لشکر کشید رضی الله عنهم. اما این غلط است و این تهمت است و این روی راست انکار کردن واقعیت بود. در تمام تاریخ ها نظر بکنید، از ابن کثیر، ابن اثیر، طبری و غیره میگن که وقتی که معاویه این چنین نامه به علی نوشت رضی الله عنهما که من به تو بیعت میکنم اما اول باید قصاص، اول کشندگان حضرت عثمان باید کشته شود، علی رضی الله عنه به طرف معاویه لشکر کشیدند. علی رضی الله عنه در کجا بودند؟ علی در اول در مدینه و بعد از این رفتند به عراق، در عراق. معاویه رضی الله عنه در شام، حوض سوریه.
علی رضی الله عنه لشکر کشیدند به طرف معاویه و معاویه هم برآمدند به دفاع خودشون. معاویه خودشون رو حق گفته ایستادند و علی خودشون رو حق گفته ایستادند و البته جنگ شدید رخ داد. علی هجوم کردند به طرف معاویه و معاویه هم رضی الله عنه خودش رو دفاع کردند و در سیفین گفتنی مکان جنگ به وجود آمد و صحابگان زیاد در طرف علی رضی الله عنه بودند و صحابگان زیاد در طرف معاویه رضی الله عنه بودند. یگان نفر از صحابگانی که در طرف علی هستند طرف معاویه بوده رو تکفیر نکردند، نگفتند که کافر هستید، و یگان نفر از طرف معاویه بوده طرف علی بوده رو تکفیر نکردند، نگفتند که کافر هستید. همشون دیگر رو برادر میگفتند. یعنی لیکن علی رضی الله عنه میگفتند، حجت داشتند و میگفتند که باید معاویه به من بیعت بکند، من امیر المؤمنین هستم، کسی که به من بیعت نکرد کشته می شود. این امر قرآن است، امر سنت است. بله، علی رضی الله عنه میگفتند که من بیعت میکنم لیکن اول باید قصاص گرفته شود. هر دوشون اجتهاد کردند. اجتهاد علی رضی الله عنه حق بود. اجتهاد علی رضی الله عنه درست بود. اجتهاد معاویه رضی الله عنه در مسئله قصاص گرفتن درست بود، اما در مسئله برآمدن و به جنگ آمدن البته در این مسئله علی رضی الله عنه حق هستند. و در اینجا صحابگان البته به هم دیگر جنگ کردند، خونریزی شد، چقدر صحابگان وفات کردند و دیگر انسان ها از تابعین وفات کردند و در بین اینها در آخر صلح شد که معاویه رضی الله عنه در طرف شام امیر و علی رضی الله عنه در دیگر باقی مانده منطقه امیر هستند. و این صلح اینها تا زمان وفات علی رضی الله عنه وجود داشت، به هم دیگر رفت او داشتند، هیچ بدی نداشتند، همه دیگر رو حرمت میکردند، تکفیر هم نمیکردند، همه هم دیگر رو الحمدلله به نیکی یاد میکردند. و بعد از اینکه علی وفات کردند، حسن ابن علی رضی الله عنه بعد از 6 می امیر المؤمنین شدند. یعنی بعد از اینکه علی وفات کردند، پسری کلانی علی حسن ابن علی رضی الله عنه 6 ماه حکومت داری کردند و بعد از این رفتند به معاویه حکومت رو سپردند، گفتند وحدت بین امت است. یعنی معاویه رضی الله عنه را هیچ کسی بد نمیگفت، دشنام نمیداد، بلکه رضی الله عنه میگفت. چیزی که شد بین اینها صحابه، چیزی که شد یک فتنه بود که همشون اجتهاد کردند و همشون به نزد الله رفتند و در این مسئله همه اشون البته یگان نفر از اونها رو گناهگار و سخنهای بد گفته نمیشد. اما اگر شما سوال کنید که جانب حق کی بود، حق در طرف کی بود، البته حق در طرف علی رضی الله عنه بود. اما حق در طرف علی رضی الله عنه بودن این دلالت به طعنه و دشنام و حقارت معاویه رضی الله عنه نیست، زیرا که معاویه قصدن نبرآمدند، بلکه معاویه هم اجتهاد داشتند که اجتهاد کردند و خطا کردند و به ثواب نائل شدند. پس عمومی سخن این است که صحابگان بین همدیگر دشمنی به خاطر کرسی، دشمنی به خاطر دنیا نداشتند. همه حادثه که شد به خاطر دین شد، به خاطر حفظ دین شد. اما بین صحابگان بدی وجود نداشت. اگر بدی وجود می داشت، حضرت حسن ابن علی حکومتی در دستشون بوده رو خلیفه بودند، اما رفتند به معاویه سپاریدند و خودشون یک انسان عادی در حکومت معاویه رضی الله عنهم زندگی میکردند. پس در اینجا، در این حادثه، یگان جای شبهه کننده، یگان جای شبهه میکردگی، یگان جای فتنه وجود ندارد به کسانی که حق را میخواهند، به کسانی که اهل توحید هستند. اما کسانی که در قلبشون فتنه وجود دارد، در قلبشون زیغ
سرکشی وجود دارد البته به فتنه واقع میشند. از همین جهت به شما برادران و خواهران عزیز نصیحت بنده این است که به این چنین فتنه ها داده نشوید. قصه مختصرا همین است. از این زیاد کفتکوف کنید هم همین رو یا میابید یا که گمراه میشوید. شما کفتکوف کنید در همین مسئله بینهایت به همه سوال کنید، کوبید، به همین مسئله مشغول شوید، اگر الله توفیق دهد انا همین چیزی که ما به شما گفتیم انا همین میابید. نه اگر الله سبحانه و تعالی توفیق ندهد گمراه میشوید و یکی از صحابگان رو دشنام میکنید و طعنه میکنید و از دین بیرون میشوید. و باید دانید که هر کسی که یکی از صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو به خاطر دینش، به خاطر عملهای کرده اش بد بیند، به خاطر دین عملهای کرده اش بد بیند، به خاطر دین اجتهاد کرده باشد و به خاطر حفظ دین عمل کرده باشد بد بیند، اونها را دشنام دهد، بغض نسبت اونها داشته باشد، این مرتد و کافر است. به اجماع علما خیلی که مالک رحمه الله ذکر میکنند بغض و عداوت نسبت صحابگان به خاطر دینشون، به خاطر حرکتشون، هر کسی که این بغض و عداوت و دشنام صحابه رو دارد مرتد است و کافر است. احتیاط باشید. این اولین قدم شیطان برای گمراه کردن یک انسان همین است که بین صحابه رو ذکر میکرد. برای من علما میگند باب فتنه این داخل شدن به بررسی کردن جنگ هایی که بین صحابه شده است. یعنی یک انسان اولین قدم به فتنه زدنش، اولین قدم به گمراهیش همین دروازه فتنه ای که باز می شود به همین دروازه به گمراهی می دارد. این کدام مسئله است؟ مسئله بین علی و معاویه رضی الله عنهم است. هر کسی که به همین مسئله زیاد داخل می شود، در همین مسئله کنجکاوی می کند، سخن این و آن و کدام گمراه گوش می کند، اختلاف می کند، به همین هر خیلی سخن ها می کند و رفتن می گیرد، داند که به دروازه فتنه واقع شد و این اولین دروازه فتنه است. و دوما این اولین مسئله هست که اهل بدعت به شما میگد والله بالله تالله از همون زمان قدیم، از زمان صحابگان تابعین بعد از این حادثه تا همین روز اهل بدعت، اهل فساد، اهل فجور، این سبحان الله گمراهانی که مخالف توحید هستند و مخالف اهل سنت و جماعت هستند و مخالف صحابگان رضی الله عنهم هستند، وقتی که خواهند که یک انسانی یعنی عادی و اهل سنت رو گمراه کنند به همین مسئله، به واسطه همین موضوع، به واسطه جنگی که بین علی و معاویه رضی الله عنهم شده است یا که جنگی که بین دیگر از صحابگان شده است، به مانند جنگی که بین مادرمان عایشه و علی رضی الله عنها جنگ جمل شده است داخل میشد. این سرشوی فتنه و سرشوی گمراهی و سرشوی دعوت به سوی کفر و شرک و بدعت است. برای همین اگر شما این سخنها رو فهمید، وقتی که یک نفر به نزد شما آمد و قصه علی و معاویه رو شروع کرد رضی الله عنهم، حتما باید به دهانش زنید. اولا ببینید که این طالب علم است یا نیست، بعد از این ببینید که این طالب علم اهل سنت است یا که طالب علم در کیم کجا تعلیم گرفته است و تعیین نیست، یا که بعضی امروز طالب علم میگن ببینید که رافضه است، در ایران تعلیم گرفته است، طالب علم نیست، این مرتد و مشرک است. به دهانش زنید. به این چنین انسان ها سخن کردن فرصت ندهید. از این چنین انسان ها سخن گوش نکنید. براءت خودتون اعلام بکنید. و شما مسئله میدونید، مسئله معروف است چه خیلی که بیان کردیم. اما گوش کرده ایستادن و بعد از این رفته از کسی دیگر گرفتن و آمدن و باز پرسیدن و باز رفتن و باز تاب خوردن، این علامت نفاق شما است. هر کسی که سخن حق میشنود باز میرود از دیگرش میپرسد، باز میرود باز تاب میخورد و همین مسئله باد و باد میکند، این علامت نفاق همون انسان است. این دلالت میکند که در قلبش فتنه وجود دارد. این دلالت میکند که به گمراهی غوطه زده شده است. پس احتیاط کنید. دین خودتونه، منهج خودتونه، راهی که انتخاب کردید که راه توحید است و راه دین است و راه ایمان است، به نهایت احتیاط کنید که به ناگاه از دستتون نرود، به ناگاه گمراه نشوید. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. انا من بود مختصری واقعه و نصیحتی بنده بر شما. حیاکم الله بیاکم.